زنان ناپاک برای مردان ناپاکند و مردان ناپاک برای زنان ناپاک. زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک. آنها از اتهاماتی که دربارشان میگویند بری هستند و آمرزش الهی و رزق ارزشمند برای آنهاست. ای اهل ایمان، به غیر از خانه‌های خودتان به خانه‌ای وارد مشوید مگر آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این کار برای شما خیر و برکت است، امید آنکه پند بگیرید. و اگر کسی در آن خانه نبود و کسی را نیافتید هرگز وارد نشوید تا زمانی که اجازه داده شود. و اگر اهل خانه‌ای به شما گفتند برگردید پس برگردید. این کار برای حفظ شرف شما بهتر است. بدانید که خداوند به عمل کردتان آگاه است. اما گناهی بر شما نیست اگر به خانه‌های غیر مسکونی که متاعی در آن دارید وارد شوید. بدانید هر چرا آشکار انجام دهید و یا کتمانش کنید خدا از آن آگاه است.